سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمت هستم. بریم اصطلاح رو بخونیم، مثالش هم تجزیه و تحلیل کنیم. اصطلاح پاردون، bakar mısınız؟ پاردون به معنی ببخشید. bakar mısınız میشه راهنمایی کنید، میشه نگاه کنید، میشه توجه کنید. مثال رو ببین، پاردون ببخشید. حالا میخوایم از یکی سوالی بپرسیم، میگیم پاردون ببخشید. bakar mısınız bakmak به معنی نگاه کردن. mısınız پسوند سوالی، sınız هم پسوند فعالی برای شخص، siz هست. میشه نگاه کنید. من هستانه به معنی بیمارستان، پسوند به هست. gitmek به معنی رفتن. istiyorum میخوام. گفته اما bilmiyorum، ایورها پسوند زمان حال هست، اون پسوند فعالی برای شخص بن هست. نرده به معنی کجا، نرده در کجا هست. پس میگه پاردون bakar mısınız ben hastaneye gitmek istiyorum ama bilmiyorum nerede. ببخشید، میشه توجه کنید، راهنمایی کنید، من میخوام به بیمارستان برم اما نمیدونم کجاست.